در تالار مجلسگاه دانشگاه دولتی آموزگاری به نام صدرالدین عینی تاجیکستان اهل پروفسوران و آموزگاران، ماگسترانتان و دانشجویان پیام سالانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را با دقت تام تماشا نمودند. سرور دولت به ساحه افضلیتناک جامعه ساحه‌های حیاتاً مهم توجه اولین درجه و دائمی ظاهر می‌نمایند، زیرا رشد همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت آینده با سعادت دولت و ملت و علم و معارف پیشرفته وابسته است که زمینه مستحکم آنها امروز گذاشته می شود. پیشوای ملت دستگیری و توجه به این ساحه‌های مهم و تقدیرساز را سرمایه‌گذاری به آینده درخشان ملت و بقای دولت می شمارند. از این لحاظ حکومت مملکت مبلغ‌گذاری این ساحه‌های کلیدی را منتظم زیاد نموده، هر سال حجم عمومی آن بیش از 21% خراجات بودجه دولتی را تشکیل می دهد که 14 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده است که نسبت به سال 2025 25.4% و نسبت به 10 سال قبل یعنی سال 2015 5.5 برابر زیاد می باشد. روی نهادن به آینده یک وادار میکند که هر لحظه ما با برابر دستاوردهای خود را از جهت مثبت ارزیابی نمودن کوشش غیرت نمایند که باز به دستاوردهای نو در سایه علم، معرفت، دانش آموزی، تیار کردن متخصصان بلند اختصاص جوابگوی به طلبات‌های جامعه معاصر کوشش و غیرت نماییم و من اطمینان کامل دارم که تا پیام آینده سرور کشور در سال 2026 باز خلق تاجیکستان به موفقیت‌های دستاورد بهترین صاحب خواهد شد. با مقصد تامین نمودن ثمره‌ناکی استفاده مبلغ‌های دولتی، اینچنین مطابق سازی آن به استانداردهای بین‌المللی بازبینی نظام مبلغ‌گذاری، مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی، یعنی گزارش به نظام سرکسی و فرمایش دولتی تقاضای زمان میباشد. بنابراین به وزارت‌های معارف و علم، مالیه، کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی سپارش داده شد که دایر به این مسئله به حکومت مملکت پیشنهادهای مشخص منظور نمایند. طبق تحلیل 25 سال آینده شماره خوانندگان در تاجیکستان به 4 میلیون نفر می رسد. با این مقصد حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می شود که وضع عملی شوی استراتژی ملی رشد معارف برای دوره تا سال 2030 را همه‌جانبه تحلیل و بررسی نموده آن را طبق هدف‌های نوی در این سمت گذاشته شده تکمیل دهد. پیشوای ملت اصلا با سرنوشت زیاده از 10 ساله مردم خود کشور و دولت خود نظر کرده ابراز اندیشه نمودند که در این 10 سال یعنی از سال 2015 تا 2025 ما به بسیار کامیابی‌های هم فرهنگی و اقتصادی و سیاسی یعنی نائل گشتیم و از جمله در ساحه معارف نیز آن دیگرگونی‌های کلی پیشروی‌هایی که هر سال در ما شده می‌گذرد این هر یک فرد را وادار می‌کند که برای گل شکوفی جامعه، برای تربیت نسل نورست، برای در آزمون و در بسیار چاره‌بین‌های سیاسی کشور شرکت ورزایند و در گوشه‌های گوناگون دنیا مردم و ملت و سرزمین دولت خود را معرفی نمایند. واقعاً پیام پرزیدنت تاجیکستان به مجلس عالی راهگشای فعالیت استوار و منبع دستاوردهای بینظیر جمهوری تاجیکستان در زمان استقلالیت دولتی بوده آینده پرسعادت دولت را تحت سیاست خردمندانه پیشوای ملت تجسم می‌نماید.